Bonjour, j'espère que vous allez bien. Salam دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy avec moi Ghazaleh. به یک ویدیو دیگه از چنل Learn and Enjoy همراه با من غزاله خوش اومدید. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des connecteurs pour exprimer l'opposition et la concession. همطور که میدونید این ویدیو قسمت نهایی و سوم مبحث اپوزیسیون و کنسسیون هست. در این ویدیو ما میخوایم بقیه کنکتورهای کلمات ربطی رو که برای بیان کنسسیون و اپوزیسیون استفاده میکنیم با هم دیگه بررسی کنیم و کلی مثال ببینید. پس با من همراه باشید. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Continuons avec les prépositions. خب بریم سراغ ادامه کاتگوری هایی رو که قبلا با هم دیگه دیدیم و تو این ویدیو در مورد پرپوزیسیون ها و یک لوکوسیون وربال صحبت بکنیم که به کمکشون میتونیم اپوزیسیون، تضاد و یا تقابل کنسسیون رو در فرانسه بیان کنیم. Bon, regardez bien. En fait, au lieu de, c'est la première en fait préposition qu'on peut utiliser pour parler de l'opposition ou de la concession. Et en fait, cette préposition est suivie de l'infinitif ou bien d'un nom. Voyons l'exemple. Au lieu de parler, tu pourras m'aider. به جای اینکه حرف بزنی میتونی به من کمک کنی. مگه نه؟ میگه سواله، پس میتونی مگه نه رو بهش اضافه کنیم. خب اولیو دو یک ساختار پرپوزیسیون داره چون به دو در واقع ختم شده. به معنی به جای هست. و بعد شما انفینیتیف دارید همونطور که می‌بینید اولیو دو پارله یا میتونید از یک نوم هم استفاده کنید. اولیو دو مثالش رو توی جمله بعدی ببینیم. Pourquoi on ne voyagerait pas à Rome au lieu de Nantes? Nantes اسم یک شهر در فرانسه هست. بنابراین اینجا من به جای انفینیتیف از یک نوم استفاده کردم. Au lieu de plus un nom. چرا به جای روم به جای نانت میخوام روم نریم؟ Pourquoi on ne voyagerait pas à Rome au lieu de Nantes? Il y a d'autres prépositions à l'inverse de, à l'opposé de, contrairement à. خب مثل au lieu de بقیه این عبارت ها هم بقیه این عبارت هایی که متشکل از یک بخش پرپوزیسیون هستن هم اپوزیسیون رو میرسونن à l'inverse de, à l'opposé de, contrairement à. بعد از این عبارت ها ما یا نوم داریم یا یک پرونوم تونیک داریم. بریم مثال ها رو ببینیم. Numéro 1, à l'inverse de moi, mon oncle aime les bonbons. برعکس من mon oncle aime les bonbons. یعنی من اگر دوست ندارم دایم دوست داره. این دوتا ایده رو ما روبروی هم قرار دادیم و اینا در تضاد با هم دیگه هستن. Contrairement à Sarah, j'aime les westerns. Alors, contrairement au fait que Sarah n'aime pas en fait les westerns, moi je les aime. خب برخلاف سارا که در واقع فیلم‌های وسترن رو دوست نداره، من فیلم وسترن دوست دارم. Contrairement à. Son opinion est à l'opposé du mien. خب son opinion est à l'opposé du mien. اینجا du mien در واقع یک پرونوم پوسسیو هست به جای mon opinion اومده و الپوزه رو هم شما میبینید که اینجا در وسط جمله قرار گرفته. بنابراین à l'inverse de moi ou à l'inverse de, contrairement à اول جملات و الپوزه de در وسط جمله قرار میگیرن. بریم و ادامه پرپوزیسیون ها رو در قسمت بعدی ببینیم. Continuons avec les prépositions. La préposition suivante est malgré. Après malgré, on utilise un nom. Et cela, en fait, exprime la concession. خب ما از در واقع حرف اضافه malgré
استفاده میکنیم که بعدش یک نون قرار میگیره که بیان کننده کنسسیون و در واقع همون تقابل هست. malgré sa blessure که حالا malgré رو من اونجا یادم رفته اضافه کنم. malgré sa blessure il continue à jouer. علیرغم زخمش به بازی ادامه داده و با وجود زخمش به بازی ادامه داده. malgré معمولا اول جمله قرار میگیره ولی خب با یه تغییری میتونیم و در ادامه هم بیاریم یا il continue à jouer malgré sa blessure بدون ویرگول. en dépit de plus un non. en dépit de یا در واقع کسایی که با زبان انگلیسی مقدار آشنا دارن despite که بعدش یک اسم قرار میگیره. باز هم از پرپوزیشن هایی هست که ما میتونیم برای بیان اپوزیشن concession استفاده کنیم. ils sont partis en dépit du mauvais temps. علیرغم هوای بد اونا راه افتادن و رفتن. il a trop d'énergie en dépit de son âge. ببینید son âge و mauvais temps هر دوتاشون در واقع نو هستن و ما en dépit رو در وسط جمله اینجا به کار بردیم. چهارمین کاتگوری و گروهی که در واقع داریم برای طبقه بندی کنکتورها لوکوسیون وربال هست که به عنوان مثال avoir برو داریم که در درس‌های قبلی راجبش صحبت هم کردیم. بعد از avoir بو انفینیتیو استفاده می‌کنیم. حالا خود اصطلاح به چه معناست؟ به معنی یک کار بیهوده یا در واقع بدون نتیجه مطلوب انجام دادن و در واقع بیانگر کنسسیون یک تقابله. j'ai beau m'entraîner ببینید این در واقع هم تراز شدن به لحاظ قدرت و تسلط روی یک حالا فعالیت یا بازی یا هر تمرین دیگه‌ای یک در واقع مانع هست که علیرغم تلاش‌های بسیار تمرین‌های بسیار ما نتونستیم ازش در واقع عبور کنیم. j'ai beau m'entraîner تمرین میکنم ولی هیچ وقت نمیتونم به اندازه تو قوی بشم یا در واقع توی این زمینه تخصص پیدا بکنم. j'ai beau m'entraîner یعنی که میتونید اینجوری ترجمهش بکنید که خیلی هم تمرین کردم و میکنم، خیلی هم تمرین کردم ولی یک ولی هم توش هست. je ne serai jamais aussi fort que toi هیچ وقت به اندازه تو قوی نخواهم شد. Voilà c'est tout sur les connecteurs de position et la concession. Et voilà c'est fini. خب اینم از این مبحث تقریبا طولانی و نسبتا پیچیده اپوزیسیون و کنسسیون هم تموم شد. یادتون نره که آخر این ویدیو کلی تمرین داریم. تمرینا رو حل کنید و جوابشون رو توی ویدیو بعدی ببینید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو کنید و به دوستاتون معرفی کنید. اگر نظری یا سوالی دارید برامون کامنت کنید. تا ویدیوهای بعدی. au revoir.